وارکست یک اپلیکیشن شبکه‌های اجتماعی با قابلیت‌های شگفت‌انگیز وب3 که حتی با لایک و کامنت هم میتونین از اون درآمد داشته باشین. سلام و خوش آمدید به آکادمی سارچن. امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز بچه‌ها می‌خوایم در مورد یکی از مباحث داغ این روزها یعنی اپلیکیشن وارکست صحبت بکنیم که قابلیت‌های فراوانی داره به ویژه برای هنرمندان حوزه NFT. توی این جلسه بچه‌ها ما می‌خوایم که در مورد این مباحث صحبت بکنیم. اینکه وارکست و فارکستر چی هستن، ساخت اکانت وارکست از 0 تا 100، معرفی قسمت‌های مختلف این اپلیکیشن، اتصال متامسکمون به وارکست و همچنین نحوه فعالیت در این اپلیکیشن. بحث خیلی مهمیه و نکات فراوانی داره این آموزش. تا پایان بچه‌ها با من همراه باشید. بسیار خوب، بریم اول از همه بگیم که وارکست چی هستش. همونطور که بچه‌ها این اسکرین شات رو من از اپلیکیشن گذاشتم، وارکست یک اپلیکیشن اجتماعی غیر متمرکزه که برخلاف شبکه‌های اجتماعی سنتی مثل فیسبوک یا توییتر که الان شده ایکس. یعنی اینکه بچه‌ها برخلاف شبکه‌های اجتماعی سنتی که توسط یک موجودیت واحد کنترل میشه، وارکست بر روی یک شبکه غیر متمرکز توزیع شده کار میکنه. خب این چه حسنی داره؟ یعنی در واقع هیچ شرکتی نمیتونه بیاد قوانین رو دیکته بکنه و قدرت سانسور محتوا رو نداره. این یکی از خصوصیات وب3 که ما این خصوصیت رو و این خاصیت غیر متمرکز رو چگونه به دست میاریم، یعنی چه شکلی اعمال میشه، این به وسیله قدرت بلاکچینه که اعمال میشه. پس خصوصیت غیر متمرکز بودن که انحصار طلبی رو از بین میبره بچه‌ها، هدف اصلی بلاکچینه میاد و این امکان رو فراهم میکنه که ما بیایم این گونه شبکه‌های اجتماعی رو پیاده سازی بکنیم. خب بریم بگیم که فارکستر چیه. اگر که بچه‌ها وارکست رو در نظر بگیرین، در قلب اون بچه‌ها فارکستر هستش. فارکستر رو میتونیم اینطور تعریفش بکنیم که یک پروتکل وب3 غیر متمرکز برای شبکه‌های اجتماعیه که به توسعه دهندگان یعنی همون دیولپرها اجازه میده اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی غیر متمرکز رو پیاده سازی بکنن که در واقع بر روی لایه دوم اپتیمیسم اتریوم پیاده سازی شده. نمیخوام که وارد مباحث فنی اون بشیم توی این جلسه، در همین حد بچه‌ها بدونین کفایت میکنه. و اما بریم سراغ این که کلا اپلیکیشن وارکست چه شکلی هستش. اگر که وارد پلتفرم فارکستر بشید که آدرسش رو میبینید farcaster.xyz، لینکش رو بچه‌ها توی کپشن هم حتما قرار میدم، با همچین صفحه روبرو میشید. همونطور که میبینیم بچه‌ها وارکست رو اینطور معرفی کرده، یک اپلیکیشن موبایل بیسه که شما میتونید که برای iOS از اپل استور و برای اندروید از گوگل پلی اون رو دانلودش بکنید. البته بچه‌ها نسخه دسکتاپ هم داره که مثل واتساپ شما میتونید که بچه‌ها دسکتاپ اون رو باز بکنید، یک QR به شما نشون میده. با گوشیتون بچه‌ها که اپلیکیشن وارکست رو دارید و اکانتتون فعاله، QR اسکن میشه و بعد دقیقاً همون اکانت بچه‌ها روی دسکتاپ به شما سینک میشه و نمایش داده میشه و در واقع شما روی دو تا دیوایس اون اکانت رو دارید. که در ادامه بچه‌ها نسخه دسکتاپش رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم که خیلی از نسخه موبایلش هم امکاناتش بهتره و من توصیه میکنم که نسخه دسکتاپش رو استفاده بکنیم. خب بریم سراغ قسمت بعدی، یعنی اینکه نصب وارکست و ساخت اکانتش. ساخت اکانت بچه‌ها توی وارکست مجانی نیست، حدود $5 هزینه داره و یکم هم بچه‌ها دردسر داره ساخت اکانت داخل این اپلیکیشن. میخوام بچه‌ها من دو تا قسمت تقسیم کردم. یک این که بچه‌ها روش پرداخت مستقیم که این روش برای دوستانیه که خارج از کشور هستن. به چه شکله؟ این که بچه‌ها شما از همون اپ استور یا گوگل پلی بیاین و اپلیکیشنش رو دانلود بکنید، مراحل نصبش رو که بچه‌ها انجام دادید که همینجا الان بهتون نمایش میدم، شما میتونید که بیاین از روش‌های متد پرداختی که از همون اپ استور یا گوگل پلی انتخاب کردید، حالا میتونه که کردیت کارت باشه، اون حق عضویت $5 رو پرداخت بکنید و اکانتتون رو بسازید. ولی برای دوستان داخل کشور بچه‌ها این راه جواب نمیده.
راه دوم روش پرداخت توسط کاربر فعلی اپلیکیشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی از دوستان یا یکی از کاربرانی که در حال حاضر اکانت فعالی داره بیاد و چی کار بکنه؟ ما یه دونه بچا توکنی داریم به نام وارپ. این توکن وارپ توی این اپلیکیشن یک ERC20 هست که روی شبکه بیس. شما میتونید که بچه‌ها با رمز ارز بیاین و معادل اون $5 رو وارپ بخرید و بعد این رو به عنوان یک گیفت لینک بیاین و برای یک نفر ارسال بکنید. میشه بچه‌ها پس گیفت اینوایت لینک، یعنی لینک دعوت هدیه. اسکرینش بچه‌ها به این صورت میشه. فرض کنید یه دونه اکانت، یعنی یه نفری به اسم آرتین اومده و میگه که بچه‌ها الان cover your on-chain fee و شما در نتیجه میتونید که اکانتتون رو به صورت فری بسازید. این لینک برای شما ارسال میشه. شما با توجه به دستگاهی که دارین iOS یا اندروید اون رو بچه‌ها دانلود و نصب میکنید. اینجا دیگه نیاز به پرداخت نیست، یعنی که به صورت فریه و مراحلش رو مستقیم انجام میدید. تا الان که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم بچه‌ها این دوتا روش هستش که وجود داره. البته فرض بکنین که فکر کنم که حدود 1 ماه پیش بود که میشد مثلا با شماره امریکا هم بدون هزینه یه ثبت نامه‌ای انجام بدیم، که البته این فقط مخصوص یه سری شماره ها بود که چون که این اپلیکیشن کلا از امریکا ساپورت میشه اون رو یه زمان محدودی فراهم کرده بودن. الان فراهم نیست. شاید در ادامه و روزها یا ماه‌های آینده روش‌های دیگه‌ای هم باشه که اگر که روش‌های دیگه‌ای ایجاد شد حتما ما اون رو بچه‌ها توی کامنت ها پین می‌کنیم. خب من بچه‌ها روش اول رو اسکریناشو اینجا بهتون نمایش میدم که چه شکل انجام میشه و روش دوم رو به صورت عملیاتی خودمون می‌خوایم بریم و انجامش بدیم. در روش اول بچه‌ها شما بیاین و اون رو مثلا از گوگل پلی اینستالش میکنید. یه همچین صفحه‌ای وقتی که بازش میکنید به شما نمایش میده که شما میاین و create account رو میزنید. وقتی که زدین میاد به شما یه سری recovery phrase یعنی همون کلمات بازیابی رو نشون میده. کلمات بازیابی همون کلماتی هستن که مثلا ما برای ساخت والت متامسک یا دیگر والت ها هم بهمون نمایش میدن. اینجا بچا 24 تا کلمه به شما به عنوان recovery phrase نشون میده. این کلمات رو باید حتما یه جای ایمن یادداشت بکنین، چرا که بعداً اگر که خواستید اکانتتون رو بازیابی بکنید یا روی یک دستگاه دیگه اون رو بیارید حتما بهش نیاز دارید. وقتی که این رو یادداشت کردید میاد بچا مرحله بعد که یه دونه وریفای ایمیل داره، یعنی یه آدرس ایمیل رو بچا وارد میکنید، بعد یه ایمیل میاد برای شما، لینکش رو وریفای میکنید و اینجا بچا بعد از اینکه کانتینیو رو زدید میرسه به این مرحله. اینجا بچه‌ها میگه که شما باید که حق عضویت سالیانه $5 پرداخت بکنید. این حق عضویت رو همون روش اول بود که داریم توضیحش میدیم. در مرحله بعد وقتی که کانتینیو شد میاد اینجا بچه‌ها از اون متد پرداختی که توی گوگل پلی تعریف کردین که بستگی به هر کشوری میتونه متدهای مختلفی باشه، که مثلا به عنوان مثال با مستر کارتتون یا کردیت کارت های دیگه میایین و اون هزینه رو پرداخت میکنین. با کارت های گیفت گوگل پلی هم میشه پرداخت کرد، ولی باز اونا هم توی داخل کشور جواب نمیده و خیلی از دوستان امتحان کردند با دردسرای خیلی زیادی روبرو میشید و من پیشنهاد میکنم که بچه‌ها همون روش دوم رو انجام بدید. خب اگر موافق باشید بریم با همدیگه و این روش دوم رو روی گوشی موبایل با همدیگه انجامش بدیم. با من همراه باشید. بسیار خوب بچه‌ها، ما اومدیم داخل موبایل و روی اون لینکی که یکی از اکانت هایی که به اصطلاح توی خود وارپکست بوده برای ما ارسال کرده رو اینجا بچه‌ها باز کرد. وقتی که لینک رو باز بکنین با همچین صفحه روبرو میشید که join Farcaster for free و در واقع میگه که شما اکسپت میکنید گیفتی که از طرف این اکانت یعنی دیجیتال آرت ساخته شده برای اکانتی که شما میخواین فری باشه و اینجا میگه که بعد ایمیلتون رو وارد بکنید. پس لینکی که ارسال شده رو اینجا شما باید ایمیلی که میخواین با اون اکانتتون رو بسازید وارد بکنید. این پایین هم بچه‌ها همونطور که میبینید نوشته که این گیفت بچه‌ها 6 روز اعتبار داره.
این هم بچه حواستون باشه، گیفتی که برای یه نفر ارسال میکنین تا 6 روز اعتبار داره. خب من اینجا بچه یک ایمیل وارد میکنم، salchainart@gmail.com. ایمیلی که بچه من میخوام باهاش اکانت بسازم رو وارد کردم و اینجا کلایم رو میزنیم. وقتی که اینجا بچه کلایم رو زدیم از ما میپرسه که شما میخواین روی کدوم روی دیوایستون چیه. خب ما اندروید هستیم، گوگل پلی رو میزنیم، وارپکست رو به همون نشون میده، اینستال رو میزنیم و صبر میکنیم تا نصب بشه. خب بچه ها همونطور که میبینیم بچه ها نصبش به اتمام رسید. اوپن رو میزنیم و اپلیکیشن وارپکست باز میشه. همونطور که میبینیم بچه ها ما میخوایم که یک اکانت جدید ایجاد بکنیم، پس اینجا روی Create Account کلیک میکنیم. خب همونطور که بچه ها توی اون اسکرین شات ها هم به شما نشون دادم، اینجا 24 تا کلمه رو به عنوان Recovery Phrase یا همون کلمات بازیابی به همون نشون میده. من کپی تو کلیپبورد میزنم که بعد بتونم که یک جای مطمئن اون رو یادداشت بکنم. پس وقتی که مطمئن شدین که همه رو یادداشت کردید، اینجا بچه‌ها اون دکمه بنفش پایین رو I backed up my recovery phrase رو کلیک میکنم. میاد اینجا بچه‌ها میرسه به همون ایمیلی که گفتم باید وریفای بکنیم. خب ما باید که بچه‌ها دقیقاً همون ایمیلی که اونجا برای کلایم زدیم رو وارد بکنیم. پس salchainart@gmail.com. یه بار دقیق بچه‌ها چک بکنین که حتما درست زده باشه. خب کانتینیو رو میزنیم. همونطور که میبینیم بچه‌ها میگه که یک ایمیل وریفیکیشن ارسال شد. گو تو این باکس رو که بزنین میتونین که وارد جیمیلتون بشه. اینجا صبر بکنیم تا جیمیلش ببینیم بچه‌ها جیمیلش رسید. ایمیل وریفای کلیک میکنیم. اینجا بچه‌ها وریفای ایمیل رو میزنیم. میاد بچه‌ها توی مرورگر باز میکنه. وقتی که ساکسسفول شد خودش دوباره ریدایرکت میشه به اکانت اپلیکیشن وارپکست. همونطور که میبینیم بچه‌ها به این صفحه میرسیم. اینجا این قسمت کرییت اکانت بعد که این دکمه رو بکشیم سمت راست، رجیسترش بچه‌ها داره انجام میشه برای ما و دیگه اون مرحله پرداخت رو نداریم. پس این چیزی که بچه‌ها لینکی که ارسال میشه به عنوان گیفت، خوبیش به اینه که بچه‌ها این مرحله پرداخت رو اینجا رد میکنه. میرسیم به یوزرنیم. بعد یه یوزرنیم که یکتا باید باشه، یعنی که قبلا انتخاب نشده باشه رو باید انتخاب بکن. ببینیم بچه‌ها این سال آرت وجود داره یا نه. خب خوشبختانه این میتونیم که این بچه‌ها اویلیبله. من میخوام که بچه‌ها اسم یوزرنیمم رو قرار بدم سال آرت. خب کانتینیو رو میزنیم. اینجا بچه‌ها میگه که نوتیفیکیشنش رو ترن آن بکنین که نوتیفیکیشن براتون بیاد. میتونین که ترن آن بکنین. در مرحله بعدی بچه‌ها میگه که با کانتکت به اصطلاح به کانتکتاتون دسترسی داشته باشه یا نه، که من الان نمیخوام، اسکیپش میکنم. اینجا بچه‌ها میگه که شما باید که علاقه‌مندی‌هاتون رو انتخاب بکنین. توی حوزه تکنولوژی بچه‌ها من اتریوم انتخاب میکنم، کالچرم بچه‌ها بوک رو انتخاب میکنم، لایف استایلم تراول و فیتنس رو انتخاب میکنم. اینجا یکی هم انتخاب بکنین، کانتینیو روشن میشه. کانتینیو رو میزنیم، میرسیم به این مرحله. این مرحله بچه‌ها باید که 3 تا کار انجام بدیم. یکی آپلود فوتو که برای عکس پروفایل، یه دونه اسممون که اینجا بچه‌ها میتونه که هر اسمی قرار بدیم. سال آرت من قرارش میدم. اینجا توی آپلود فوتو هم بچه‌ها حتما باید یه عکسی رو انتخاب بکنید. خب من یه عکس بچه‌ها به عنوان تست قرار میدم. اینجا بچه‌ها حالت بایو داره، باید که در مورد خودتون یه توضیحی بنویسید. حالا فرض بکنین که من اینجا بنویسم که amazing digital art NFT. این رو بعدا بچه‌ها ما میتونیم که ادیتش بکنیم. من برای اینکه الان خالی نباشه یه متنی رو نوشتم. خب کانتینیو رو میزنیم و دیگه این مرحله آخر بود. دیدین که بچه‌ها الان خیلی راحت اکانت ما ساخته شد و وارد اپلیکیشن شد.
همونطور که می‌بینید بچه‌ها خیلی شبیه اپلیکیشن X یا همون توییتر سابقه و در واقع اصلا میتونیم بگیم که یک توییتر که در وب تیری داریم. وارپکست در واقع یه توییتریه که روی شبکه وب تیری داریمش. دقیقاً همون حالته. در توییتر بچه‌ها ما توییت میزنیم، اینجا بچه‌ها اسمش کسته، ما کست میزنیم که الان میگم که بچه‌ها چه شکلی میتونه این کارا رو انجام بدیم. فقط اینکه یه توضیحی در مورد این قسمت بدم بچه‌ها. ما توی هوم هستیم، اینها کست هایی هست که افراد مختلف نوشتن. این قسمت بالا بچه‌ها که عکس پروفایلمون هست، اگر کلیک بکنیم میبینید که اسممون و یوزرنیممون رو بهمون نشون میده و این کانال هایی که به صورت پیش‌فرض وجود داره و کانال هایی که ما در ادامه میتونیم که اونها رو بسازیم. اینجا هم بچه‌ها شما میتونید که این چرخ دنده رو بزنید، وارد ستینگ بشین که من اینا رو بچه‌ها بعداً در موردش توضیح میدم. ولی میخوایم که بریم روی دسکتاپ و به اصطلاح بقیه کار رو روی دسکتاپ با هم دیگه مرور بکنیم که هم امکانات خیلی بهتری داره و هم نمایش گزینه‌های مختلف خیلی بهتره. پس ادامه کار رو بچه‌ها روی دسکتاپ با هم دیگه انجام میدیم. بسیار خوب. بچه‌ها قبل از ادامه اگر که ویدیو رو تا الان لایک نکردین لطفاً همین الان لایک بکنین و ممنون از دوستانی که ما رو حمایت میکنن. خب بریم بچه‌ها وارد وبسایت وارپکست بشیم. همونطور که می‌بینید بچه‌ها آدرسش اینجا نوشته warpcast.com. لینکش رو من توی دسکریپشن هم قرار میدم. این صفحه رو بچه‌ها شما باهاش روبرو میشید که همونطور که گفتم اگر که خواستید که با دسکتاپ به همون اکانت روی گوشیتون متصل بشید، اینجا باید بچه‌ها لاگین وید فون رو بزنید. لاگین وید فون رو که بزنید بچه‌ها یه دونه QR به شما نمایش میده. شما باید که بچه‌ها بیاین و با دوربین گوشیتون این QR رو بگیرید. وقتی که بگیرید یه دونه لینک بهتون نمایش میده. روی اون لینک بچه‌ها کلیک میکنید. وقتی که اون لینک رو کلیک بکنید متصل میشه به اکانت روی گوشیتون، یعنی که وارپکست رو روی گوشیتون باز میکنید و از شما در واقع یه تاییدیه میگیره که الان یه QR اسکن شده، شما تایید میکنید یا نه. اجازه بدید بچه‌ها این باز بشه. خب بچه‌ها من تاییدش کردم که این در واقع من وریفای انجام دادم. وقتی که وریفای رو انجام بدید همونطور که می‌بینید بچه‌ها روی دسکتاپ همون اکانت من بچه‌ها باز شد. همونطور که می‌بینید بچه‌ها این اکانتیه که الان با هم دیگه ایجادش کردیم. اگر که دقت بکنیم می‌خوایم که این قسمت‌های مختلفش رو اول با هم دیگه مرور بکنیم. این قسمت سمت چپ که بچه‌ها اینجا نوشته هوم، نوتیفیکیشن، دایرکت کست، اکسپلورر، اینوایت، بوکمارک، وارپ و پروفایل. اول از همه بریم سراغ پروفایل. اگر که روی پروفایلمون بچه‌ها کلیک بکنیم میاد بچه‌ها پروفایلمون رو بهمون نمایش میده که الان همونطور که می‌بینیم بچه‌ها این اسم اکانتمون هست، این یوزرنیمی هست که ساختیم، این بایو 62 تا فالوینگ انجام داد بر اساس همون علاقه‌مندی هایی که بچه‌ها ما اونجا انتخابش کردیم و الان فالووری نداریم. اگر که کست زده باشیم که گفتیم بچه‌ها کست همون توییتیه که توی توییتر داشتیم توییت می‌زدیم، اینجا بچه‌ها اسمش کسته، اینجا به همون نمایش میده. اگر که ریپلای کرده باشیم این قسمت لایک و اگر که کانالی ایجاد کرده باشیم توی این قسمت به همون نمایش میده. بریم سراغ هوم. اینجا بچه‌ها اول از همه توی صفحه هوم همه توییت هایی هست که آخرین توییت یعنی آخرین کست هایی هست که اومده بچه‌ها توی کانال های مختلف زده شده، شما میتونید که بچه‌ها ببینیدش. یه قسمت دیگه ای که داریم بچه‌ها ترندینگه. این ترندینگ ها ترند هایی هستن، یعنی پست ها یا به اصطلاح کست هایی هستن که بچه‌ها ترند شدن، یعنی اینکه لایک بیشتری خوردن یا جذابیت بیشتری داشتن که اینا رو هم بچه‌ها میتونید توی این قسمت ترندینگ ببینید. یه قسمت دیگه داریم بچه‌ها به نام فریمز. این قسمت فریمز بچه‌ها یکی از قسمت‌های به اصطلاح شگفت انگیز یا یکی از ویژگی‌های خوب وارپکست به شمار میاد. چیه بچه‌ها؟ شما به وسیله این قسمت در واقع میایید و این امکان رو میده که هر کستی رو بیاین به یک برنامه تعاملی تبدیلش بکنید، مثل یک اپلیکیشن کوچیک. حالا این برنامه تعاملی چیه؟ مثلا مینت یک NFT، مثل بازی کردن یک گیم،
مثل اینکه شما یه دکمه ای رو ایجاد بکنید که کاربر تعامل داشته باشه. همونطور که می‌بینید بچه‌ها الان توی این قسمت الان اینجا یه دونه NFT ایجاد شده که میگه که بچه‌ها شما میتونید که همینجا مینتش بکنید، یعنی اینکه با خود درون برنامه‌ای شبکه وارپ میتونه که بچه‌ها مینت انجام بشه و اینجا توی جلسات بعدی بهتون توضیح میدم که چه شکلی میتونید بچه‌ها آثارتون رو برای NFT توی این قسمت فریمز قرار بدید و به اصطلاح کاربران بتونن که آثارتون رو اینجا مینت بکنن. بریم سراغ این قسمت هوم. اینجا که بچه‌ها گفتم مثل در واقع توییتر شما میتونین که لایک بکنید، میتونین که کامنت قرار بدین و میتونین که ریکست بکنید یا که مثل همون ریتوییته. اگر که اینجا بچه‌ها از به اصطلاح یه دونه پستی خوشتون بیاد و بخواید که اون رو ذخیره بکنید، اینجا بچه‌ها میتونین که روی بوکمارک اینجا کلیک بکنید. این میره بچه‌ها توی قسمت بوکمارک شما ذخیره میشه. اگر که اینجا توی منوی سمت چپ بوکمارک رو باز بکنید میبینید که اونایی که بوکمارک کردین باز میشه. پس اگر که خواستید میتونید که اونا رو برای خودتون ذخیره بکنید. بیایم قسمت این سمت چپ پایین. اینجا بچه‌ها کانال هایی هست که خودش به صورت پیش‌فرض اول از همه پیشنهاد میکنه بر اساس اون اینترستینگ یا علاقمندی هایی که شما زدید. ما اینجا بچه شبکه بیس، بوکس، اتریوم و فیتنس و رانینگ رو برامون چیکار کرد؟ خودش فالو کرد. گزینه های دیگه فالو اینجا بچه ساجستد فالو میتونین که بچه ببینید. اینا رو به شما پیشنهاد داده که میتونید اونا رو بچه فالو بکنیدش. خب الان میخوام که بچه‌ها دو تا نکته دیگه بگم. یکی این که اگر که خواستیم یک اکانت خاص یا یک کانال خاصی رو پیدا بکنیم باید چی کار بکنیم؟ اینجا بچه‌ها توی قسمت سرچ میتونین که کست کانال یا یوزر رو سرچ بکنید. پس اگر که من به عنوان مثال اومدم گفتم که NFT من میخوام سرچ بکنم، میاد بچه‌ها کانال های NFT اینجا یوزرهایی که با NFT دارن رو به هم نمایش میده. اگر که اینجا بچه‌ها شو مور چنلز رو بزنم میاد همه کانال هایی که NFT داره رو به هم نمایش میده که هر کدوم از اونها رو شما میتونید که یک جزئیات در موردش رو ببینید و اینکه چند نفر عضو این کانال هستن. مثلا این کانال NFT حدود 5400 تا یوزر داره، این 415 تا. پس من اینو مثلا به عنوان مثال فالو میکنم. وقتی بچه‌ها فالو بکنید میاد به لیستتون اضافه میشه، به لیست فالوها. میبینید که بچه وقتی من اضافه کردم اینجا سمت چپ این NFT به بچه اضافه شد. دوباره به عنوان مثال اگر که باز گزینه دیگه ای دیدین که مثلا اوکی هست، مخصوصا هنرمندان NFT، بیاین بچه ها حتما تعامل داشته باشید. در واقع شبکه وارپکست و اپلیکیشن وارپکست یک ابزار خیلی تعاملی داره. اینه که هر چقدر که شما با دیگران بیشتر تعامل داشته باشید امتیاز و جایگاه شما میره بالاتر و اینطوری هست که هر لایک یا کامنت شما دارای امتیاز هست و شما بهتون میگم که چه شکلی اینا تبدیل میشه به وارپ که توکن خود اپلیکیشن هست و بعدا میتونین که از اونها برای کارهای مختلف استفاده بکنید. خب پس من چند تا دیگه هم فالو کردم. اینجا بس در نظر داشته باشین که میتونین که بچه‌ها یوزرها رو هم سرچ بکنیم. اگر که من یوزر رو بزنم میاد و یوزرهایی که با اسم NFT هستند رو لیستش رو به هم نمایش میده. اگر که دنبال یک یوزر خاصی هستید اینجا میتونید که بچه‌ها دقیقاً اسم همون یوزر رو تایپ بکنید و یوزر مورد نظر رو پیدا بکنید. میبینید که بچه‌ها اینجا یوزرها رو به هم نمایش میده. اگر که خواستین باز هر کدوم اینا رو میتونید که بچه‌ها فالو بکنید. من یه چند تا رو بچه‌ها به عنوان مثال فالو میکنم. خب بریم سراغ قسمت بعدی. میخوایم که با هم دیگه بچه‌ها بیایم و بگیم که چه شکلی میتونیم که یک کست با هم دیگه بزنیم. یعنی اینکه مثل همون حالت توییت. اگر که اینجا بچه‌ها روی کست این دکمه بنفش رنگ کلیک بکنید، دقیقاً مثل حالت توییتر که شما میتونستین توییت بزنید، میتونین که مطلب مورد نظرتون رو بنویسید، عکسی رو ضمیمش بکنید یا از این ایموجی ها اضافه بکنید
و اینجا بچه‌ها نکته‌ای که وجود داره اینه که باید نوع کانالی که می‌خواید توش منتشر بشه هم انتخاب بکنید. پس اینجا همونطور که می‌بینید بچه‌ها الان اگر که روی هوم باشه یعنی اینکه همون قسمت پابلیک منتشر بشه. اگر که خواستید میتونید که بچه‌ها این دکمه رو بزنید و یک کانال خاص را انتخاب بکنید. مثلا اگر که من بیام بیس رو انتخاب بکنم یعنی اینکه این بیاد توی کانال بیس کست بشه، منتشر بشه. همچنین اگر که بچه‌ها بیایم و توی یک کانال خاص وارد بشیم، مثلا من اینجا کانال NFT رو کلیک میکنم. الان که توی کانال NFT هستم اگر که بیام و کست رو بزنم اینجا به صورت اتوماتیک کانال NFT انتخاب میشه، یعنی که من الان دارم توی این کانال به اصطلاح این کست رو منتشر میکنم. خب بیایم بچه‌ها یه دونه بنویسیم به صورت امتحانی GM FAM مثلا به عنوان مثال بنویسیم و مثلا wish a nice day. اینجا بچه‌ها یه ایموجی قرار بدیم. خب یه توضیح بدم برای دوستانی که حالا توی شبکه‌های اجتماعی با این کلمات و اصطلاحات آشنا نیستن. جیم بچه‌ها همون سلام و خوش آمدگوییه، به اصطلاح مخفف گود مورنینگ، و اون گزینه فم هم مخفف فامیلیه، یعنی اینکه برای گریتینگ و خوش آمدگویی سلام کردن به دوستانتون و یا اهالی کانال میتونین که از اینا بچه‌ها انتخاب بکنید. خب اینو بچه‌ها به عنوان مثال من نوشتم، میام و کست رو کلیک میکنم. کست رو که بزنیم بچه‌ها این کستمون الان نوشت که اینجا بچه‌ها ساکسسفول منتشر شد. اگر که روی ویو بزنین بهتون نمایش میده. اینجا بچه‌ها اگر که رفرشش بکنیم و بیایم اینجا توی قسمت ریسنت میبینید که بچه‌ها الان کست ما منتشر شد. همطور که مشاهده میکنیم بچه‌ها اینجا افراد مختلفی باز میتونن که بیان اینجا بچه‌ها ریپلای جیم بزنن که همون لایک محسوب میشه، بیان اینجا بچه‌ها به اصطلاح کامنت بذارن و یا ریکستش بکنن برای ما. اگر که وارد قسمت پروفایلمون هم بشیم اینجا بچه‌ها کستی که منتشر کردیم به همون نمایش میده. خب یه قسمتی، یه چیزی که بچه‌ها من اینجا یادداشت کردم که حتما بهتون بگم، کانالی هست تحت عنوان دیجن که این دیجن رو بچه‌ها حتما فالو بکنید. چیزی که وجود داره بچه‌ها دالر دیجنه. اگر که اسمش رو شنیدید و باهاش آشنایی دارید اینجا بچه‌ها این کانال دیجنه. Welcome to official channel. این کانال اصلی خود دیجنه که من حتما فالوش میکنم. دیجن چه بچه‌ها؟ همین نمادش این کلاه بنفش هست. در واقع دیجن اگر که شنیده باشید یک میم کوین بچه‌ها محسوب میشه که به خاطر سیستم تیپ دهی که داره خیلی سرشناس شد. اوایل سال 2024 منتشر شده ولی توی همین مدت خیلی کم تونسته که بچه‌ها کاربران بسیار زیادی پیدا بکنه و در واقع تونسته که به یک ارز اصلی در این اکوسیستم وارپکست تبدیل بشه. به این صورت که خود دیجن بچه‌ها یک توکن ERC20 روی شبکه بیس. شما در جلسه بعدی بهتون میگم که چه شکلی سیستمش کار میکنه و شما چه شکلی میتونید تیپ بدید. یه سری خصوصیات داره، اینکه شما باید که 3 تا کست رو منتشر کرده باشین، 24 ساعت ازش گذشته باشه از ساخت اکانتتون و 10,000 تا توکن به اصطلاح دیجن هم هولد کرده باشین توی اون والتتون تا بتونین که تیپ بدید. ولی تیپ گرفتن رو بدون اینکه این کار رو هم انجام بدین دیگران میتونن به شما تیپ بدن. این چه خصوصیاتی داره؟ این تعامل کاربران رو با هم دیگه زیادتر میکنه و هر کاربری میتونه که این تیپ دهی رو انجام بده و تیپ هم دریافت بکنه و بعداً به ازای اون در سیزن های مختلفی که ایردراپش ارائه میشه میتونید که بچه‌ها کلایم بکنین و درآمدزایی خوبی رو ازش داشته باشین که در این باره بچه‌ها من جلسات بعد کامل توضیح میدم. ولی توصیه میکنم که حتما کانالش رو جزء فالوها داشته باشید و حتما کستی رو هم توی این کانال
منتشر بکنید. خب یک گزینه دیگه که بچه‌ها وجود داره اینه که میخوایم توضیح بدیم که چه شکلی بیایم و متامسکمون رو به وارپکست متصل بکنیم. از این قسمت بالا بچه‌ها چرخ دنده رو کلیک میکنیم تا وارد تنظیمات بشه. اینجا یک گزینه‌ای داریم به عنوان Verify Addresses. این Verify Addresses رو کلیک میکنیم. اینجا بیاین و به اصطلاح Verify رو انجام بدیم. اگر که روش کلیک بکنیم توی یک صفحه جداگانه میاد و دو تا والت رو بهمون نشون میده، یعنی دو تا شبکه، یکی شبکه اتریوم، یکی هم شبکه سولانا. هر کیف پولی که توی این دو تا شبکه داشته باشید میتونین که لینک بکنید. من پس شبکه اتریوم رو انتخاب میکنم و کانکت والت رو میزنم. اینجا بچه‌ها والتی که نصب داشته باشید رو اینجا بهتون نمایش میده. مثلا من الان میخوام که متامسکم رو بهش متصل کنم، پس متامسک رو انتخاب میکنم. اینجا بچه‌ها متصل میشه به متامسک ما، میگه که شما با کدوم اکانت میخواین که متصل بشید. next confirm رو میزنید و این کانکت انجام میشه. برای verify ownership که به اصطلاح تایید بکنین که شما مالکش هستید یه دونه ساین دیگه بعد انجام بدید. پس این ساین مسیج رو میزنید، یه بار دیگه بچه‌ها باز میشه و یک امضای دیگه از شما میگیره که اونر اون هستید. ساین رو میزنید و همونطور که میبینید بچه‌ها verify با موفقیت انجام شد. من return to warpcast رو میزنم تا مجددا برگرده به وارپکست من. اینترنت یاری نمیکنه بچه‌ها، میبینین که این خیلی با تأخیر باز میشه. خب همونطور که میبینید بچه‌ها الان یه دونه آدرس اکانت من وریفای شد. شما میتونید که بیشتر از یک اکانت ها هم اینجا بچه‌ها وریفای انجام بدید. این کار رو بچه‌ها برای چی انجام دادم؟ اینجا بچه‌ها یه گزینه‌ای داریم که میخوام اینو توضیح بدم، وارپس. اگر که بیاین داخل اینجا بچه‌ها شما میتونین که توکن وارپس رو که یک توکن درون شبکه‌ای خود وارپکست هست رو خریداری بکنید. اینجا همونطور که میبینید بچه‌ها میتونید امانت رو انتخاب بکنید، 500 تا 2500 تا 10000 تا یا هر مقداری که خواستید. خب بیاین اون رو بخرید. چه شکلی میاین اون رو میخرید؟ اینجا بچه‌ها بای وارپس رو میزنید، وصل میشه به کوین بیس، یعنی از طریق API کوین بیس این وارپس رو میتونید خریداری بکنید. همونطور که میبینید بچه‌ها این کامرس کوین بیس باز شد. شما باز میتونید که انتخاب بکنید که کدوم کیف پول رو میخواید متصل بکنید. متامسک رو من انتخاب میکنم. اینجا بچه‌ها اجازه دسترسی بهش میدم و کانفرم رو میزنم. اینجا بچه‌ها از من میخواد که سویچ بکنم روی شبکه بیس. همونطور که گفتم بچه‌ها وارپس یک توکن ERC20 روی شبکه بیس. شبکه بیس چیه بچه‌ها؟ یک شبکه لایه دوم اتریوم مثل پولیگون که در واقع هزینه‌های گسفی اون خیلی کمتر از شبکه مینت خود اتریومه. من اینجا بچه‌ها سویچ میکنم روی شبکه بیس چون که شبکه بیس رو قبلا داشتم. برای دوستانی که احیانا اون ویدیوی مربوط به اضافه کردن شبکه بیس رو ندیدن یه توضیح کوتاه بچه‌ها من بدم. اگر که خواستین شبکه بیس رو داخل متامسکتون بچه‌ها اضافه بکنید، در اینجا همونطور که می‌بینید بچه‌ها من متامسکم رو باز میکنم، اینجا شبکه بیس رو دارم. اگر که شما شبکه بیس رو ندارید اینجا بیاین بچه‌ها وارد این پلتفرم اسکن خود بیس بشین. آدرسش هست basescan.org. لینکش رو توی کپشن بچه‌ها من قرار میدم. میان قسمت پایین اینجا بچه‌ها نوشته add base to mainnet. اینو بچه‌ها کلیک بکنید. اینجا بچه‌ها میگه که شما داریدش، ولی اگر که شما قبلا ندارید میتونین که خیلی راحت با یک کلیک اون رو به متامسکتون اضافه بکنید. اینم برای اضافه کردن شبکه بیس. همونطور که میبینید بچه‌ها الان میگه که من ببینم اصلا چقدر دارم توی شبکه بیس. خب اینجا بچه‌ها من 6.24 اویلیبل هم هست، یعنی حدود 6.24 دلار که میگه که بچه‌ها چیزی که ما باید پرداخت بکنیم، من اندازه 5 دلار میخوام بخرم که 1/100 هم گس فی داره، میشه توتالش بچه‌ها 5.100. پینا رو بچه‌ها میزنیم.
اینجا بچه گس فی رو به هم نمایش میده و من کانفرم رو میزنم تا تراکنش انجام بشه. بله همطور که میبینید بچه‌ها تراکنش با موفقیت انجام شد و همطور که میبینید بچه‌ها الان موجودی من شد 550 وارپس. اون 50 تای اول چی بود بچه‌ها؟ اون 50 تای اول هدیه است. یعنی هدیه‌ایه که ما ورود کردیم. بیام توی گزینه هوم، اینجا بچه نوشته که invite friends earn warps، یعنی دوستانتون رو دعوت بکنین و وارپس دریافت بکنید. اگر که شما یکی از دوستانتون رو دعوت بکنید 50 تا شما و 50 تا هم دوستتون گیفت به اصطلاح وارپس دریافت میکنه. پس شما میتونید که به راحتی اینجا بچه‌ها اینوایت لینک رو بزنید و دوستانتون رو چیکار بکنید؟ دعوت بکنید که به این پلتفرم بپیوندند. اینجا بچه‌ها میتونید که توی این قسمت اینوایت رو هم کلیک میکردیم با همین صفحه روبرو میشید. اگر که کپی لینک رو بزنید میتونید که لینکش رو هر جایی ارسال بکنید. اگر که خاصی میتونید تلگرام، واتساپ یا توییتر هم برای دوستاتون بفرستید و یا اینکه بیان ایمیلشون اینجا بچه‌ها با ایمیل سند بکنید. و اما اون نکته‌ای که اون اول گفتم، یعنی اینکه بیاید و هزینه ثبت نام دوستتون هم تقبل بکنید. اینجا باید چی کار بکنید؟ این قسمت want to gift instead رو باید بزنید که یعنی کاور بکنه فی پرداختی دوستتون. اگر که پس بخواید اون هزینه $5 دوستتون رو تقبل بکنید، یعنی همین کاری که اول از همه ما در موردش توضیح دادیم، اینجا بچه‌ها روش کلیک انجام میدیم، میگه که بچه‌ها شما باید که 400 تا پرداخت بکنید. یعنی اینکه 400 تا وارپس باید پرداخت بکنید از کیپ، یعنی از موجودیتون. پس من اگر که این 400 تا رو پرداخت بکنم، یه دونه لینکی بهم میده که اون لینک رو اگر که برای یه نفر بفرستم، اون میتونه به صورت فری بیاد و ثبت نامش رو انجام بده. اما یک توضیحی هم اینجا بچه‌ها من بدم، برای افراد مطمئن این کار رو انجام بدید. یعنی اینکه دوستتون هم که بچه‌ها وارد میشه، تعاملات و کارهایی که اون انجام میشه میتونه که باعث افزایش امتیاز شما و اگر که کارهای منفی انجام بده باعث کاهش امتیاز شما هم بشه. پس این نکته رو هم در نظر داشته باشید. یه نکته دیگه این که بچه‌ها هیچ وقت توی این اپلیکیشن کست فارسی ننویسید، چون که هم باعث بن شدن و ساسپند شدن اکانتتون میشه و هم اصلا کاربری به اصطلاح قرار نیست که ما تعامل فارسی داشته باشیم. پس هیچ وقت کست فارسی ننویسید، توی هیچ کدوم از کانال ها کست فارسی ننویسید. خب من فکر کنم که همه نکاتی که امروز قرار بود بگم رو گفتم. ویدیو خیلی داره طولانی میشه. بقیه مباحث رو بچه‌ها جلسه بعدی با هم دیگه ادامه میدیم. شما هم بچه‌ها سعی بکنین که بیاین اکانت رو ایجاد بکنید. یه توضیح هم بدم که بچه‌ها لینک دعوت، بچه‌ها شما میتونید که دوستانتون که قبلا عضو این پلتفرم شدند از اونا کمک بگیرید که برای شما هم گیفت ارسال بکنند. اگر که دوستانی بودن که کسی رو نداشتند، آکادمی سارچین به هنرمندان NFT این که واقعا میخوان که وارد این پلتفرم بشن کمک میکنه که به اصطلاح اون لینک دعوت رو ارسال بکنیم و شما هم بتونید ثبت نام انجام بدید. ممنون که تا پایان این ویدیو هم با من همراه بودید. ساختن این ویدیوها بچه‌ها خیلی زمان بره. ممنون که ما را حمایت میکنید با لایک و کامنتاتون. ممنون و تا جلسه بعدی شاد و موفق باشید.